در 2 هفته گذشته از تاریخ 5 ثور الی 18 ثور سال 1404 هجری شمسی از طریق خطوط آهن وزارت فوای دامه افغانستان 153533 متریک تن انتقالات صورت گرفته است. در این میان از طریق بندر حیرتان 118884 تن، بندر آقینه 11839 تن، بندر ترغنده 11125 تن و خواف هرات 11685 تن، مجموعاً 153533 متریک تن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می شود به کشور وارد و صادر شده است. در مجموع انتقالات یک بخش آن ترانزیت و صادرات است. در 2 هفته گذشته 6871 تن اموال تجارتی ترانزیت و صادر شده که یک بخش آن میوه خشک، سنگ‌های معدنی، جوس آب انار، برنج و کچالو است. هرچه میزان انتقالات و صادرات از طریق خطوط آهن افزایش می‌یابد، فرصت‌های شغلی بیشتر فراهم می‌شود، عواید ملی افزایش می‌یابد و راه به سوی ثبات اقتصادی، ترقی و خودکفایی باز می‌شود. وزارت فوای دامه افغانستان همواره تلاش می‌نماید تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بیشتری را برای تجاران فراهم نماید.